با گذاری 3 سال منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان دوباره در مرحله انتخابی چمپیونات جهان 2022 اوید به فوتبال واخوری انجام می‌دهند. همکارانمان از رفتی آمادگی‌های ملی پوشانی کشور گزارش آماده نمودند که منظورتان می‌گردانیم. پس از 2 روز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه منتخب تاجیکستان نخستین واخوری خود را در مرحله دوم انتخابی چمپیونات جهان قطر 2022 با تیم ملی قرقیزستان دایر میکند. ملی پوشان ما جهت برگزاری این بازی تمرین‌های خود را از سنه 27 اوگوست آغاز نمودند. این در مجموع 13مین واخوری منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان محسوب می‌شود. در 12 بازی گذشته که اولینش به سال 1993 و دیدار آخرین به سال 2016 راست می‌آید، فوتبالبازان ما در حساب پیروزی برتری دارند. برای انجام 2 بازی اول مرحله دوم انتخابی چمپیونات جهان 2022 هیئت مربیان کشور زیر رهبری سرمربی تیم منتخب عثمان تاشف با هیئت 25 فوتبالباز، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 10 نیمه حمایتگر و 4 حمله‌ور را دعوت نمودند که میان آنها 4 نفرشان لگیونرها خورشید بگنظرов از پستیرا اندونزیا، پرویز جان عمربویف از لوکوموتیو پلوودنی بلغارستان، امیربек جورابویف از نوبهار ازبکستان و منوچهر جلیلов از پرسبایا اندونزیا میباشند. خورشید بگنظرов حمایتگر تیم ملی کشور و دسته پستیرا در لیگ یکم اندونزیا 16 واخوری گذرانیده با زدن 1 گل دست یافته است. عین زمان تیم خورشید در مقام دوم جدول عمومی چمپیونات اندونزیا قرار دارد و از آن میبالد که دوباره به تیم منتخب دعوت گردید. نه بچه‌ها هم با ما شناس هست، بچه‌ها نه از مثال بسیار قدیم بازی کردیم در نوراسون تو 20 سال بازی کردیم. بچه‌ها هم با ما شناس هست که من در پیش در خوجام بازی میکنیم، یک جا بازی کردیم. اون شناس بهترین یک با من این فخر است، این تیم ملی و کلکتیو نقض است. این هر یک بازی برای ما فینال است. ما میخواهیم که در این روز پنجم بازی خوب نشون دهیم. نیمه حمایتگر تیم ملی مملکت امیربek جورابویف که عین زمان در باشگاه نوبهار ازبکستان کشوری ما را نمایندگی میکند، تجربه زیادی بازیگری را در هیئت دسته‌های بانفوذ دارد و از سال 2014 این جانب شرف یکچین کشور را حمایت میکند. Я приехал 2 дня назад, и там атмосфера хорошая, мы играем. Правда, последнюю игру проиграли, но все хорошо, отлично, настроение хорошее. Приехали сюда, и настроение боевое, должны 5 числа, дай бог, выиграть. Кыргызстан, играли, хорошая команда, играли в Кубке Азии, где мы не играли. Но у нас достаточно информации, мы должны обязательно, тем более дома, при своих болельщиках выигрывать. یکی از فوتبالبازان شناخته چی در قاره آسیا و اروپا این پرویز جان عمربویف میباشد که در دسته لوکوموتیو پلوودنی بلغارستان هنرنمایی میکند. در موسم جاری عمربویف در هیئت لوکوموتیو پلوودن تجربه بازی در لیگ اروپا را نیز کسب کرد. В этом году я чувствую себя очень хорошо и играю почти в каждой игре, и буквально сегодня утром прилетел, вот у меня есть 2-3 дня восстановиться, и я думаю, покажем хорошую игру 5 числа. С нетерпением жду, когда вот игры сборной, и всегда хочу приезжать, помочь своей сборной. سنه 5 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی منتخب تاجیکستان در دایره رقابت‌های دوم مرحله انتخابی چمپیونات جهان 2022 با منتخب قرقیزستان و در بازی دوم خود شاگردان عثمان تاشف با یکچین مغولستان 10 سپتامبر در شهر اولان باتور نیرو می‌سنجند. در این راه با فوتبالبازان مملکت برار می‌خواهیم.